حقایق تازه رابطه غزال عنایت با شفیق مرید. کار جالب و باور نکردنی غزال عنایت با شفیق مرید و دلیل قهر بودن شفیق مرید از غزال عنایت چی بوده است؟ غزال عنایت در کدام کشور زندگی می کند و مصروف چی کار بار جدید است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. غزال عنایت هنرمند خوش صدا، خوش سیما، ناماشنا و محبوب در میان مردم افغانستان و جامعه هنری می باشد. غزال عنایت کارهای هنری خود را یک دهه قبل با نظیر خارا آغاز کرد و در آن زمان کاملا با چهره پنهانی آواز می‌خواند. غزال عنایت بعد از رفتنش به کشور کانادا به یک بارگی با قیس الفت آهنگ‌های سرود و چهره خود را برای علاقمندانش نشان داد. غزال عنایت کارهای هنری پی در پی انجام داده است و همیشه خواسته یگان جلوتر از آریانا سعید باشد. غزال در اصل از ولایت زیبای لغمان است و بیشتر اوقات آهنگ‌های پشتو می‌سراید. قرار بود غزال عنایت با شفیق مرید در چندین شهر بزرگ امریکا کنسرت‌های مشترک را اجرا کند، اما غزال عنایت به یک بارگی لغو این کنسرت‌ها با شفیق مرید را انجام داد که مورد خشم و قهر شفیق مرید شده است. شفیق مرید هنرمند حماسه سرای کشور ماست که در کشور امریکا زندگی می کند و داماد نغمه و آقای منگل می باشد. شفیق مرید هم به کارهای هنری خود مانند قبل ادامه داده است و بیشتر اوقات خواسته آهنگهای میهنی بسراید. این خبر نشر شده توسط غزال عنایت و شفیق مرید در صفحات مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته است و مورد نقد و نظر علاقمندان غزال عنایت قرار گرفته است. ولی من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان غزال عنایت و شفیق مرید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.